خب مراسم غذادهی شروع میشه. الان میام پیشواز. جلوتر میام که من این موقع راه گم نکنم اینجوری. بعد برمیگردن دوباره چک میکنم که من یه موقع نامردی نکنم بذارم برم. به خدا مثل 4 ماه گذشته هر شب غذاتون گیرتون میاد. بدون هیچ استرسی برو بالا. تو هم که اضافه شدی. الکی. هر کی غذا میخواد این بالا. هر کی غذا میخواد همونجا وایسه. همونجا. بیا. تو هم بیا. بیا اینجا. تو هم میدم. حبشی. هر کی غذا میخواد بالا دیوار. ما این پایین غذا نمیدیم بهش. بیا بالا. بیا اینجا. یا اول فاز این چیه دیگه؟ روتیله. اینم مامانتون که انقدر دنبالش بودین. حقیقتش کردیم براتون آوردیم. که دیگه از شماها برامون درست نکنه. تو مثل این که میخوایم پایین غذا بخوری. آره خیلی پرجویی. پدر سوخته. تو که اینقدر نترس شدی؟ هیکلشو نگاه. ماشاءالله به این هیکل. کپل. ترسوندیش. بیا. بخوری تا دور دومم بهتون بدم. حالا میریم قسمت سختش، غذا دادن به سگا. 2 تا سگ اینجا داریم، یکیش دیوونه است نمیذاره اون یکی غذا بخوره. شیری کجایی؟ تو نیا. نه همونجا وایسا. همونجا وایسا. شیری رو من اول پیدا کنم. بیا بودو بیا. تو ظرف بخور تا اون دیوونه غذاش تموم نشده. یکم برای دیوونه ببرم، الان میاد سراغت.